تا حالا براتون سوال بوده که چرا باید هر روز قهوه بخورید تا از این حالت به این حالت تغییر پیدا کنین، ولی بعضی از آدما این شکلی نیستن؟ آیا اونا انرژی ماورایی دارن؟ اگه ندارن پس چرا بدون قهوه اینقدر انرژی دارن؟ ولی من نیاز دارم هر روز قهوه یا کافئین بخورم تا بتونم حداقل از روی تختم بلند شم. خب این موضوع چند تا دلیل علمی داره که الان واسهتون توضیح میدم. دلیل اول وابستگی فیزیولوژیکی به کافئینه. یعنی چی؟ ببینید، وقتی مدت زیادی به طور منظم قهوه میخوری، بدن به کافئین عادت میکنه. کافئین با گیرنده‌های آدنوزین در مغز رقابت میکنه. آدنوزین هم همون ماده‌ایه که باعث میشه احساس خستگی کنی. وقتی کافئین این گیرنده‌ها رو مسدود میکنه، حس خستگی نمیکنی و سرحال میشی. ولی اگه هر روز قهوه بخوری، مغزت برای جبران گیرنده‌های آدنوزین بیشتری میسازه. نتیجهش چی میشه؟ بدون قهوه آدنوزین بیشتری به گیرنده‌ها متصل میشه، احساس خستگی بیشتری هم از قبل میکنی، چون مغزت میخواد دوز روزانه‌شو بگیره. شماره 2، تفاوت ژنتیکی در متابولیسم بدن. بعضی از آدما به صورت ژنتیکی کافئین رو سریعتر متابولیزم میکنن. یعنی کسایی که متابولیسم سریع دارن اثر کافئین رو زود از بین میبرن و معمولا کمتر وابسته میشن. میشه گفت اینا قدرت ماورایی دارن و به خاطر ژنشونه که کافئین کمتر توی بدنشون میمونه. شماره 3، سبک زندگی و کیفیت خواب. اگه خواب با کیفیتی نداشته باشی یا برنامه خواب نامنظمی داشته باشی، مغزت برای جبران کمخوابی بیشتر سراغ کافئین میره. در نتیجه احساس میکنی بدون قهوه نمیتونی کار کنی، در حالی که علت اصلی شاید کمبود خواب یا استرس مزمن باشه. شماره 4 و آخرین مورد، حساسیت به آدنوزین و دوپامین. برخی از افراد از نظر طبیعی سطح پایه دوپامین یا حساسیت گیرنده‌های آدنوزینشون متفاوته. یعنی بعضیا بدون کافئین هم سطح انگیزه و انرژی بالایی دارن، ولی بقیه برای همون سطح باید از کافئین کمک بگیرن. خلاصه که نه بقیه قدرت ماورایی دارن و نه شما بدن ضعیفی دارید. فقط باید سبک زندگی و خوابتون رو درست کنین و به خودتون استرس وارد نکنین. اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی و برای حمایت از من چنل رو سابسکرایب کنی.